نمودارهای نهادهای رصد کننده جریان اینترنت در جهان تایید می‌کنند که قطع کامل اینترنت در ایران شب گذشته 18 دی ماه حدود ساعت 22:15 به وقت ایران و همزمان با اوج گرفتن اعتراضات سراسری صورت گرفته. در این بازه زمانی اتصال شبکه به نزدیک به صفر رسیده و برخلاف شیوه تازه حکومت جمهوری اسلامی، یعنی ایجاد اخلال عمدی در جریان اینترنت و فلج کردن اون، دیشب اینترنت ایران به معنای واقعی کلمه و به طور کامل قطع شده. اما داده‌های تازه نشون میده که از ساعت 12:30 تا 13:30 امروز 19 دی ماه نشانه‌هایی از بازگشت محدود و کنترل شده ترافیک در تنها چند ارائه دهنده و اون هم بر بستر شبکه داخلی بازگشته. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از استکهلم سوئد با ما هستن. خانم تحویلی، اینترنت رو جمهوری اسلامی بر روی مردم ایران قطع کرده. شبکه 14 اسرائیل اعلام کرده که ایلان ماسک امکان دسترسی مجانی به اینترنت استارلینک رو برای معترضان در ایران تا زمان ادامه اعتراضات البته فراهم کرده که رسما البته این خبر اصلا اعلام نشده بودش قبلا. در فضای مجازی پیام‌هایی می‌بینیم که از کسانی که ترمینال استارلینک مینی دارن درخواست شده دستگاهاشون رو توی ماشین وصل بکنن، اسم SSID رو فری استارلینک بگذارن و براش رم نگذارن و برن توی جمعیت. به جمعیت هم گفتن بلافاصله به یک VPN مطمئن وصل بشن و وصل بشن به اینترنت. این واقعا خانم راه حلی برای مشکل قطع شدن اینترنت هست در ایران در حال حاضر؟ ممنون از دعوتتون. اجازه بدین اول درود بفرستم به هموطنانمون در ایران، ملتی که با ایستادن در سمت درست تاریخ و پاسخ میلیونی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی روزهای تاریخی رو برای آزادی کشورمون دارن رقم میزنن. همونجوری که شما اشاره کردین در واقع 24 ساعت گذشته ما شامل قطعی کامل اینترنت در ایران بودیم. گزارشی که در مورد این ارائه شده که استارلینک قرار هستش که به شکل تقریبا مجانی حالا در اختیار افراد قرار بگیره هنوز تایید نشده، اما ما نباید فراموش بکنیم که استارلینک تجهیزات خودش رو داره. حتی اگر که قرار نباشه هزینه‌ای برای استفاده از اون پرداخت بشه، اون تجهیزات، اون دیش، مودم، روتر، اون چیزهایی که لازم هست برای اینکه استارلینک استفاده بشه باید وارد کشور بشه و الان ما در شرایطی نیستیم که بتونیم بگیم حالا آیا میتونه اینها بیشتر وارد بشه یا نه. اما گزارش‌ها نشون میده که بین 100 تا 120 هزار پایانه فعال استارلینک در ایران وجود داره. خب قبلا وارد شده، هزینه‌اش پرداخت شده، حالا اگر هم قرار باشه هزینه برای استفاده از اون نباشه که خب چه بهتر. اما چیزی که مهم هست این هستش که این به اشتراک گذاشته بشه. یکی از روش‌هایی که میشه اون رو به اشتراک گذاشت استفاده از روترهای صنعتی هست که افراد زیادتری بتونن به اون متصل بشن. اما چند نکته امنیتی باید در نظر گرفته بشه، وگرنه خب جمهوری اسلامی و نیروی سرکوبگر میتونه اون دیش‌ها رو تشخیص بده و اونها رو جمع بکنه و افراد رو بازداشت بکنه. مثالی که شما آوردین این که افراد حالا میتونن اگر دیش کوچیک‌تری دارن در ماشین بذارن وارد جمعیت بشن، بله درسته، این روش میتونه کار بکنه، افراد میتونن بهش متصل بشن. اما یک ریسک بزرگ این هستش که نیروی سرکوبگر بتونه اون رو شناسایی بکنه. روش‌های وجود داره که در واقع میتونن استارلینک رو با دستگاه‌هایی که افراد میتونن با خودشون هم حتی حمل بکنن تشخیص بدن و شما باید به استارلینک، به دیش استارلینک مثل یک فرستنده رادیویی نگاه بکنین و همه اون روش‌هایی که میشه حالا پارازیت تا حدی فرستاد یا تشخیص داد که این سیگنال‌ها از کجا دارن رد و بدل میشن، خب میتونه استفاده بشه. یک خطر دیگه این هستش که خود نیروی سرکوبگر بیاد حالا از همین فری استارلینک یا فری اینترنت مثل یک وای فای استفاده بکنه و افراد حالا گول بخورن و به اون متصل بشن و اون وقت بخوان حالا پیام‌های رد و بدل بکنن که خب در واقع میتونه دستگیر بکنه افراد رو. اما در حالتی که حالا فرض بکنیم که افراد احتیاط میکنن و همه این شرایط رو در نظر میگیرن، چیزی که مهم هست این هستش که استارلینک به علت محدودیتی که در حال حاضر ما در ایران داریم باید به عنوان یک فرستنده استفاده بشه. افراد نباید بشینن ویدیو دانلود بکنن یا موبایلشون رو آپدیت بکنن، حتی اگر که موبایلشون یا هر دیوایسی که باهاش متصل میشن روی این حالت هستش که به محض اینکه به وای فای متصل میشن شروع به آپدیت اتومات بکنه، باید قطع بکنن اون رو و فقط برای ارسال فایل از اون استفاده بکنن و اون ویدیوها، پیام
پیام‌های صوتی، عکس‌ها یا هر چی که هست رو به خارج از کشور منتقل بکنن، چون اون هم به هر حال یک ظرفیت محدودی داره. اگر 10 نفر بهش متصل بشن و بعد همه بخوان ویدیو دانلود بکنن، خب این روی بندویث اون، روی دامنه اون فشار وارد میکنه و سرعت اینترنت کم میشه و خب باعث میشه که افراد نتونن پیام‌ها رو رد و بدل کنن. از مسائل امنیتی گفتید خانم تحویلی. اینجور میگن که هرگز با استارلینک به سایت ها و اپ های داخلی وصل نشین چون ریسک داره. بله. اینو شما تایید میکنید؟ میشه مقدار توضیح بدید؟ 100%. بله حتما. یکی از روش‌های دیگه‌ای که میتونن پیدا بکنن که افراد از استارلینک دارن استفاده میکنن این هستش که در حالتی که اینترنت به شکل کامل قطع است، مثل 24 ساعت گذشته، اگر شما وارد اپلیکیشن‌های داخلی بشین، وارد اپ بانکتون بشین یا بخواید از اپلیکیشن‌هایی که غذا باهاش سفارش میدین یا تاکسی میگیرین استفاده بکنین یا به وبسایت‌های داخلی برین، جمهوری اسلامی این امکان رو داره که رصد بکنه چه کسی در چه محدوده‌ای داره از اینترنت استفاده میکنه. این خیلی مهم هست. یک قسمت دیگه که من خیلی میبینم که گفته میشه از VPN استفاده بکنین. ببینین اگر VPN هایی که شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات ارائه میدن در ایران بود، بله حرکت درستی بود، برای اینکه VPN کارکرد اصلیش این هستش که در واقع یک کانکشن امن رو، یک اتصال امن رو به وجود میاره. اما در ایران VPN اصولا برای دور زدن فیلترینگ استفاده میشه، یعنی در واقع به عنوان فیلتر شکن استفاده میشه و اون VPN هایی که در کشور وجود داره خیلی از اونها طراحی خود جمهوری اسلامی هست، طراحی روسیه هست، طراحی چین هست و به عنوان جاسوس افزار از اونها استفاده میشه. برای همین توصیه من این هست از VPN استفاده نکنین، چون من به هیچ کدوم از اینها نمیتونم اطمینان بکنم و شما به عنوان فیلتر شکن هم لازم ندارین وقتی که از استارلینک استفاده میکنین. بهترین حالت این هستش که شما یک دستگاه که هیچ اپلیکیشن داخلی روش ندارین رو به استارلینک متصل بکنین، نه وارد VPN بشین، یعنی هیچی روش نباشه، فقط به استارلینک وصل بشه و به عنوان یک فرستنده ازش استفاده بکنین که بتونین پیام‌ها و عکس‌ها رو و ویدیوها رو خارج بفرستین. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات، سپاس از شما که از استکهلم سوئد با ما بودید.